بهترین شیر کاکائو ایران کدومه؟ بگم الان یا نه میدونی مگه؟ نه بریم ببین. خوش اومدید به لوکتو پلاس. ما مدل‌های مختلفی، چالش‌های مختلفی تو کانالمون قرار داشته باشیم که همون اول افتتاحی کانال رو گفتیم خیلی‌اش چالش‌های تکراری که بقیه هم انجام میدن و ما همیشه تو کپشن می‌نویسیم ایده از کجا اومده. آفرین. حالا الان می‌خوایم ما شیر کاکائویی رو سرش بحث کنیم که تا حالا فکر نکنم کسی راجبش صحبت کرده باشه که بگه کدوم بهترینه. ما می‌خوایم اینجا دو به دو اینا رو میخوایم مقایسه تست کنیم ببینیم کدوم بهتره. این شیر و این ملاکامون قراره چی باشه؟ مزه. یکی مزه. ببین بسته بندی هم میتونیم راجعش بحث کنیم ولی مزه با ولی مزه مقدار پروتئین. نه دیگه اگه این باشه که این هم میبره دیگه اصلا. نه چرا اینو خریدی اصلا؟ بابا چه فرق میکنه؟ شیر آدم. این احساس من نخوردم، من پروشیر معمولی خوردم وانیلی فکر کنم. یعنی چی پروشیر؟ پروتئین داره مثلا 40 گرم. بقیه شیران پروتئین داره. نمیدونم چقدر شیرینه اصلا نمیدونم اینشون. کجا نوشته پروتئین؟ قندش که زده کمه اصلا، یعنی احتمالاً یه چوسه مزه کاکائو میده. آها اینم بگم ما این 80 شیر کاکائو رو 2-3 تا مغازه گشتیم، 8 اولی که گیرمون اومد و خریدیم آوردیم. ببین قند این بیشتره، چربی نداره. ناموسه؟ قندش 14 گرم، این 12 گرم، چربی این 5، چربی این 0. واقعا؟ کمی چرا؟ انرژیش 220 کالریه، این 152. بیا تغذیه ندارن. بیا مزه های دهنم رو ببرم. اول این بریم. الکی اسم گذاشتن بابا شیر پروتئینی دیگه. شیر پروتئین داره شاید دیگه. پروتئین داره شیر. 40 گرم حالا. پروتئین این مصنوعی پروتئین اون. خب اینم بریزیم. اونم بریزیم رنگا رو مقایسه کنیم. رنگو بافت مقایسه کنیم. چرا این رنگیه؟ تو رنگ یکیه تقریبا. آلیس کاکائویی تر به نظر من. این به کرم میزنه، این به قهوه‌ای میزنه. این مثلا خونه درست میکنی این شکلاتش بوی شکلاتش شیرین‌تره. بوی با اینکه چربی نداره اما بوی چربی بیشتری داره. و بخوریم پرو رو بخوریم آبا. شیرینیش کمه به نظر، مزهش هم مثلا سری میره. الان مزه شیر تو دهنم مونده، مزه شیر کاکائو نمونده. شیرم مزه خاصی نداره، کاکائوش هم الان هیچ مزه دیگه نمونده، داره میره. کاکائوش هم شیرین نبود. خدا اجله میره، مزه ها داره غیب میشه، به یاد ماندنی نیست. حالا ببینیم بعد بشوریمش و بشوری بعد من میخوام اتکلون بخریم مگه چیز. خب بیا حالا آلیس. این آلیسه. دارم میجوم. نه خوبه، آلیس خوبه. این انگار پودر شکلات ریختی داخل شیر. انگار خونه درست کردی، خودت درست کردی رو گاز اینجوری، بعد گذاشتی یخچال یخ شد. آره مزه طبیعی‌تر و قابل باورتر میده، مزه صنعتی تری میده. به نظرم بهتر بود آلیس. آلیس و من هستم. من آلیس انتخاب میکنم. بیا بعد جفتمون چون نظر معلومه دیگه آلیس میره مرحله بعد. غافلگیر کننده نمیریم دیگه. درستش این حالته اون لحظه 1 2 3 بگیم بعد نظر رو بگیم. باش. دو تا شیر بعدی پاک و پاندا. از شیر یه پانداه بوده کاکائو میخورد. بعد شیر کاکائو چیز میگرده این مشخصاتش مثل پرومیلکه، یعنی با اینکه ولی پیرو نیست.
و کالریش 150 اون 220 بود ولی قند و چربیش هم اومده اندازه پروبیوتیک بیشتر از 162 کالری داره کیلو کالری قندش 40 قندش بالاست این بسته‌بندیش هم خیلی نوستالژیه دیگه مثلا هم قدیمه 40 چه خبره 30 یا 40 نمیبینم مدرسه اینو میدادن به بعضی به مدرسه ما که کوفتم نمیدادن به بعضی مدرسه ها شیر میدادن تو این پاکتی ها و اون شیری هم که من میشینم به اونا میدادن آب قاطیش بودن واقعا 20 دیگه خیلی زوم کردم نتونستم اصلا زده کم چربه مثلا من سرم درگرفت خواستم اینو بکنم چه را ریزه اینقدر بریز پاندا رو بریزم ببینیم من پاکتی خوشم نمیاد نوستالژیه خب اینم پاکته دیگه پاکت اینجوری نیست اینجوری ولی امتیاز میدم به نوستالژی دیگه شیر یادت نره پاک یادت نره بستنش خوشمزه تره و این حرفا یه یارو بود یه زبدر میزد که مثلا پاک یادش نره تبلیغات مثلا تلویزیون و ما هم اسکول بودیم درس فیزیک بچه ما هم اسکول بودیم خوشم میومدن تبلیغ یعنی گاوم اینجوری وایسا بغل فشارش بدی میریزه پاندا اینجوری شیر گاوا همینطوری شیرشون میدوشن دیگه میخوریم شیر پاندا همش شکلات بود نم شکلات شکری یعنی کوکو هم نه یه طعم عجیبی داره بعد اینکه میره پایین رو زبونت یه طعم عجیبی هم شد اصلا یعنی خوبم هست یه ذره ریخت خیلی شکره افتر تیست بدی داره اصلا همش شکره بابا اصلا کاکائو نیست نمیخوام برو گم شو وای سال نی نداره نی اونو قرض بگیر بوی نمیده نه بوی نداره خیلی پاکه خیلی هم بدمزه است نه اینم یه طعم عجیب بعدش میاد ولی اصلا مزه شیر نه مزه شیر کاکائو نمیده نه مزه شیر داشت نه مزه کاکائو این چی بود دیگه آب و با مثلا شکر اینا تو مدرسه میدادن ما بخوریم نه شیر خالی شد تازه شیر کاکائو که آرزو بود اصلا شیر خالیش خیلی نه خیلی نبودن اصلا انتخاب کنیم با هم بگیم 1 2 3 میام دست بیاد دست میبریم سمت اون که من 1 2 3 میگم دستتون ببرید سمت بنام 1 2 3 آها مساویش بیا لاغان سر دوتا بهتر حسام برای من یه ذره یه قطره بریز نگاه کن یه خونه این پاکو برو بالا بو نداره کاکائو میده دیگه اصلا من که حس نکردم شما حس بویایی نداره بویایی ما دست دادم بعد اون ویدیو همه چیمون دست دادیم نظرت مزه آب میده این پاندا فرقی نداره یکی دیگه رو بیاریم حتی خیابون یکی رو چه باری همسایه ها رو زنگ بزن یه چیزی بگو بیشتر فکر کن باش اولی یکم فکر میکنم بهتر بود پاک رأیت پاکه دوتاشون شبیه به هم بودن خیلی پاک رفت بالا ولی دومی اسم میکنم بیمزه تر بود دومی افتر تیستش رو دوست نداشتم مزه انگار مثلا خود این پاکتر رو بیاد دوتا برند جذاب داریم من خودم اینا رو زیاد بیرون میخورم من نمیخورم انتخاب تو بیشتر مغازه این دوتا رو دارن من برندهای دیگه کمتر گیر میام 171 کیلو کالری دامداران قند 24 چربی 5
176 کیلو کالری، قند 25. به قند آلیس بیشتر هم بوده واسه هم فکر کنم خوشمزه. قند آلیس خوشمزه تر. قند آلیس بیشتر بوده از همه، این قندش نارنجیه. این میخواید بگید همشون تو یه رنجن. حالا این 23 و خورده ایه، بقیه در حد زیر 20. این چون پاکتش این یه فرقی با بقیه داره که یه ذره نشاسته اصلاح شده ذرت داره. یه خورده غلظت دادن با این بهش. خب با این کار باعث میشه که حالت دسری بگیره. آره مزه کیک تور بگیره. این یکم تقلب دارن میکنن دنتیا. مگه خودشون اومدن جلو ما خریدیم. ولی حالا ما همه چیو در نظر میگیریم دیگه. همه یعنی ما شیر کاکائو اصیل میخواد. درینکبل دزرت ننوشته درینکبل میلک. ببین ما شیر کاکائو اصیل ما اونو میخوایم که واقعا کدوم واقعیه. این مرحله مثل آلمان اسپانیاست. آفر اینا قلق داره. اینا قلق. این چیزا رو پیدا نکردیم. شیر کاکائو شیشه کوچیکا اونا اصلا اون تاپ. اونا فقط یه سری مغازه‌های خیلی کم میاره. قدیمی هم میاره. کم هم میاره. سریع تموم میشه. ببین محله‌های قدیمی تهران ببینی شاید اونا مثلا بعد کاکائوش هم واقعا ته‌نشین میشه. فکر کنم پاک یا پگا بود. پگا بود فکر کنم. خب اونو دارم. این دامداران رو بریم بالا. گوش مزه شیر غالبه. خوشمزه است. افتر تیست بدی هم نداره. ببین این انگار مثلا یعنی به جای اینکه شیر و کاکائو باشه شیر کاکائوه. یعنی بالانس شیر و کاکائو یا کاکائو و شیر نیست، شیر کاکائو واقعا. یعنی آره دقیقاً بعد اینکه میره پایین رو زبونت شیر و کاکائو رو داری همچنان با هم حس می‌کنی. یه اندازه داری حس می‌کنی. این شیرینی اندازه است. شیر کاکائو خیلی خوبه بود. خیلی خوب. کاکائو بخواد با کیک صبح بخوره این خیلی خوب بود. خیلی غلیظ. دور زیرش رو پس میده. از این دور سوراخه همش ریخ. شت. به فکر این که ما قرار ویدیو بگیریم نبودن. طراحی بعد جعبه رو می‌بینیم. همه دهن میذارن میخورن دیگه اینجوری فشار نمیده. به خاطر نشاسته ذرت یه کمی حالت سیالتری داره. نه سیالیت کمتری داره. من برعکس. سیالیت چیه اصلا؟ روان بودن. نه خیلی شیرینه. خوشمزه است. یه طعمزه بیسکویتی داره. خوشمزه است ولی شیر کاکائو نیست. این ساده میتونه. به نظرم بیش از حد شیرینی داره و باب میل من نیست. مزه کاکائوش هم کمتر از مزه اون حالت بیسکویتیش دارم میفهمم اصلا. ببین من خودم میخرم بیرون انتخابم هست ولی شیر کاکائو نیست. شیر کاکائو بخوام اینو میخرم. این دوتا باشه اینو میخرم. خب حالا رأی‌گیری کرد مثل این نتیجه مشخصه. رأی‌گیری کنیم. معلومه. 1 2 جمع کن بریم با بیان. خب بعدی چیه؟ چوپان و ماهشام. خیلی رقابت سخت. این بره جدول قشنگ 4 تا قول. شیر کاکائو ایلچی محصولی از چوپان. این چیز کجا زده؟ هنی شده درست میبینم. این بالا زده. 139 کالری قندش هم 6 کالری گرم میاد. قیمت اینا 12 و 15. این بزرگتره قطعا. 19. قندش هم خیلی زیاده ولی نمیتونم عددشو بکنم. قرمز اصلا قندش. قرمز هرچه زیاده. خیلی. بسته بندی دیگه لیمه هم نمیخواد دیگه. با میگیریم این بسته بندی خوبه. چیه پاکت سوراخ‌دار؟ پاکت سوراخ‌دار رو جمع کنید دیگه بس. کارتون زشته. پلاستیک به محیط زیست آسیب. اینا هم پلاستیک. البته اون پاکتی‌ها امتیاز چیز دارن دیگه. امتیاز محیط زیست دارن. محیط زیستی دارن.
موافق محیط زیست نبودیم، شرم بر ما. بوشو کاکائوش نسبت به شیرش به نظر یه ذره بیشتره، خوشمزه است. من ایراد نمیتونم بگیرم ولی طعم کاکائو شیرینی خیلی داره اسم میشه. من بیشتر طعم همون شکر توی کاکائو، شکر و کاکائوش خیلی زیاد کاکائو و نه من نظرم جلب نکرد، ولی بعدم نی خوشمزه است. بستگی به رقیبش داره. ببینیم چه رقیبش؟ ماهشام یه برندیه، شاید همه شهر ایران نشناسنش. تو خود تهران هم تا همین یه مدت پیش فقط تو بگم من 5 تا منطقه تهران پخش میشد کلا. چرا؟ چون کارخونه کوچیکیه. حالا کم کم داره بزرگتر میشه و کوچک و نوپا. آره سر این برند شاید برندی خیلی شاید نشناسن. بقیه واین تیست میکنم ما شیر کاکائو. چقدر ما پاستا بزنیم بویی که نداره. اون شکلاتی که استفاده کردن خوب نیست به نظرم. مزه بستنی میده یه ذره طعمزه بستنی میاد. جفتش جالب بود. واقعا از نزدیک به هم میان و نمیدونم شاید ماهشام نمیدونم ماهشام بریم 1 3 ماهشام احتیاجی به تایبریکر نبود و ماهشام برنده شد. خب نیمه نهایی داریم. آلیس و پاک خیلی ولی ما عادلانه نظر میدیم. حال ما باید مقایسه میکنیم با اینکه خودمون من خودم میدونم. شاید الان من تا 8 رسیدم دیدم به زندگی عوض شده باشه. یه مقدار رفته رو سنم. شاید مثلا نظرم اصلا بعید نیست از تو. سلیقه‌ام عوض شه شد. یه نکته جالب ببینیم که لیوان که آلیس داشتیم شیر ترنشین شده به جای اینی که کاکائو. نشون میده که شیر مرغوبی استفاده میکنن. باریک. خوب آلیس در سرزمین عجب نیک بود. همون سوراخ و فشار رو میاد. نه واقعا نه از همون لحظه که میخوری الان یه جوری بده اونو بندازم دو. بیا آلیس آقا آلیس. نه البته ما هدر نمیدیم، ما سخت شد. من دلم نمیاد خیلی سخت شد اما واقعا گناه داره ماهشام تازه کارم. الان کدوم لیوان بود چی؟ غالبا باید چپی مال من باشه. چپی مال تو. شیر تو شیر شده. این چیزه ماهشام. دامداران ماهشام هم بریزم رنگارو کنارم ببینیم چون رقابت سخت شده دیگه. اینه همه یه ذره ماهشامه غلیظ‌تره. هر دو دامداران رو بریم بالا. حالم داره بد میشه. قش میکنه قند. نه خوشمزه است. آقا خیلی خوبه. من خودم وقتایی که استم سرمیره دامداران میخورم. ماهشامو بریم. در مقایسه با دامداران خیلی مزه بستنی تو ببین دقیقاً بستنی کاکائویی که آب شده. بستنی آب شده است انگار. دقیقاً همونه. یعنی دقیقاً همون بستنی. بیش از حد شیرین و شکلاتش یا حتی مثلا بستنی کیم باشه هر چی که یه ذره کاکائو اونو بذار آب شه میشه. شکلاتش خیلی خوب نیست و خوشمزه است ولی فکر کنم رأیگیری نمیخواد. آره دیگه دامداران آن تاپ. دامداران آن تاپ.
فینال مسابقه شیرکاکائو. آره فینال خیلی حساسه. نمیدونم واقعا کدومشون برنده میشه. من رو آلیس شرط می‌کنم. شرط چی میمونه؟ بچه های جاده کرج شهریار این رد شدن جلو دامداران میدونم. قیمتاشون رو میگم. این برم آلیس مال کجاست کارخونش؟ طرف مشهد ایناست. دامداران 16 این 15. قیمت ها هم نزدیک. قیمت هم نزدیکه. جفتشون هم به درد محیط زیست نمیخورن. بسته بندی آلیس که خیلی قشنگ تره، طراحی جالبی داره ولی بسته بندی دامداران اتفاقا بیشتر دوست دارم. دامداران سنتی تره. من به نظرم آلیس زیادی شلوغه بسته بندیش. معلوم نمیشه تو چند دیگه. آره این هم هست. و با اینکه جفتشون برای محیط زیست خوب نیستن اما بسته بندی دامداران به نظرم ساده. من ساده تر بیشتر دوست دارم. خب این برای دامداران دیگه داره سرم گیج میره اصلا. شیرینی خوب. اندازه چند لیوان تا الان خوردی؟ کم هم نمیریزه. نکن دست و دل بازه. یه ذره مونده تازه. یه ذره مونده برای اینکه اگه رأیامون با هم مخالف مثلا نبود. خب واقعا خیلی همه چیش اندازه است. شکرش اندازه است، کاکائوش اندازه است، شیر و کاکائوش به یه اندازه است. خیلی شیر کاکائو درستیه. بعد اینکه میخوری گفتم طعم شیر میمونه، طعم کاکائو هم به همه اندازه میمونه. جفتشو با هم هنوز داری تو دهنت. بقیه اینا که تست کردیم خیلیاش اینجوری بود که یا طعم شکر خالی میموند یا طعم کاکائو خالی میموند. آره. آلیسو بریم که اینم خیلی خوبه. سخت شد. من انتخابم کردم ولی چیزی نمیگم الان. منم انتخابم کردم سخته. خیلی نزدیکه. آره واقعا حقشون به فینال برسن. یعنی من به نظرم قرعه‌کشی‌ها جور دیگه ای بود اگه اینا قبل فینال به هم می‌خوردن نامردی میشد. و اگه آلمان اسپانیا اگه قبل فینال به هم می‌خوردن یکیشون برنده میشد قطعا اون برنده میشد آخر. دقیقاً مثل آلمان اسپانیا. دقیقاً. خب بریم رای گیری. بریم. 1 2 3 دامداران قهرمان میشه. دامداران برنده اینجوری دامداران قهرمان میشه. خدا میدونه گاز نداره بگم. دامداران آن تاپ. به نظرم رقابت نزدیک بود اما دامداران واقعا شیر کاکائو کاملیه. ببین شیر کاکائویی که تا امروز وقتی میگی شیر کاکائو دید مشخصه تکلیفت شیر و کاکائو و مقدار اندازه شکر. فرمول اصلی یکی حالا بقیه هم خوشمزه، یکی مزه بستنی میده، یکی مزه بیسکویت میده، یکی مزه مثلا برای اینا بدونیم کاکائوش بیشتره ولی این خیلی استاندارده. ما انتخابمون دامدارانه و من خودم فکر نمی‌کردم دامداران. خب شما به ما بگید که بین اینا کدومو دوست دارید تو کامنت ها به ما بنویسید و بگید که دفعه بعد تو باز دفعه بعد چه خوراکی رو با هم دیگه بیایم اینجوری چیز کنیم مسابقه را بندازیم. من دل درد گرفتم. اسهالم من الان اسهالم